اما درجات دارو چیست؟ میگیم مثلا ترنجبین در اول گرم و تر هست. یعنی چی گرم و تره؟ دست بهش میزنیم که داغ نیست، ترمومتر هم بذاریم توش بازم داغش نشون میده. دست میزنیم بهش، دستمونم خیس نمیشه، ترم نیست. چرا میگن گرم و تر هست؟ این گرمی یعنی چی؟ این تریه یعنی چی؟ خب همیشه درجات دارو رو خارج از بدن ما اندازه گیری نکردن. بعد از اینکه وارد بدن ما می شود، درجات دارو از نظر کیفیات فاعله یعنی گرمی یا سردی و کیفیات منفعله یعنی تری و خشکی معلوم میشه. یعنی شما وقتی که یک ترنجبین رو میخورید، بعد طبیبی که محققه از طریق نبض، آثار و علائم افعال صادر از طبیعت متوجه میشه که این بدن شما رو به اندازه 1 درجه گرم کرده. اما نه 1 درجه این ترمومترایی که تو دهن میذاریم ببینیم تب داریم یا نه، درجه سانتیگراد نیست. این درجات تأثیره. یعنی اثر گرمی ترنجبین بعد از ورود در بدن یک شخص سالم معتدل المزاج، بعد از اینکه یه مراحل رو طی میکنه، یه مقادیر رو میخوره، ظاهر میشه. به اون نوع از ظهور آثار در بدن فرد خورنده درجه تأثیر میگن. مثلا شما اگر 1 مسقال ترنجبین بخورید میبینید هیچ طوری نمیشه، اما یا مثلا 10 مسقال بخورید میگه حالا بهتر شد، حالا بهتر شد، گرمتر شد. یا مثلا تب داره بچه، ترنجبین بهش میدید، مثلا 1 قاشق چای خوری میبینه اثر نداره، 1 قاشق غذا خوری میدیم تبش رو کم کرد، شکمش رو انداخت. این نحوه اثر دارو که چه مقدارش، چند بارش اگر مصرف بشود آثارش در بدن ظاهر می شود، به این میگن درجات تأثیر دارو. امیدوارم که ایزان مطلب رو گرفته باشن. حالا بریم به ادامه درس. خب اینجا سوال کردیم که درجات دارو چیست؟ حکما در مورد درجات دارو گفتن که میزان تأثیر کیفیت دارو بر مزاج اندامهای بدن انسان. اما کدام انسان؟ انسان معتدل المزاج، چی؟ تندرست. ممکنه این ذهنتون بیاد که خب به چه درد میخوره رو تندرستا اندازه گیری کنیم، برای مریضا اندازه گیری کنیم؟ میگه نه، روی تندرستا درجات رو اندازه گیری میکنن، بعد روی بیماران میان میگن بیماریش چند درجه است. پس چه درجه از دارو میتونه بیاد این رو چی؟ شفا بده، خنثی بکنه حرارت رو، یا تسخین بکنه برودت رو، یا تفتیح بکنه مثلا سده رو، یا مثلا فرض کن که توسیع بکنه مجاری رو، یا تضیق ایجاد کنه جاهایی که مثلا موسع شده و گشاد شده. خب یا مثلا این مخشن خب اجزای پوست رو به هم نزدیک میکنه یا قشار رو به هم نزدیک میکنه، ناصافی ایجاد میکنه. یا این ملین اجزا رو از هم باز میکنه، هم سطح میکنه، صاف میکنه. میگن این دارو باعث املس شدنه، یعنی پوست و شفاف و صاف و صیقلی میکنه. این جالیه، یعنی رسوب زداست، یعنی میاد آنچه از مواد غیر بدنی ما در روی سطوح داخلی یا خارج بدن نشسته و داخل خلل و فرج عضو شده، اونا رو پاک میکنه.
این جالی یعنی جلا دهنده، جلا دهنده یعنی چی؟ یعنی براق کننده، براق کننده یعنی چی؟ یعنی رسوب زدا. شما تو سطح مثلا سینه‌تون چای میارید میبرید پلوی انفا، یواش یواش این چرک میشه، وقتی میاد جلا سنج رو میمالید روش میده براق شد. خب چی کار کرد براق شد؟ یعنی رسوب زدایی کرد. اون ذرات که به چشم ما نمیاد رو اون تونست تو خودش حل کنه و از روی اون سطح جدا کنه، بنابراین براق شد، نونوار شد. پس نکته که داریم این هست که باید بر روی بدن شخص معتدل المزاج تندرست داروها رو اندازه گیری کرد، بعد بیایم روی بدن بیماران مورد استفاده قرار بدیم. بلکه وقتی نمیدونیم که این دارو درجه 1، درجه 2، درجه 3، درجه 4 هست، چگونه وارد به اصطلاح درمانش بکنیم؟ حالا چرا نمیگیم درجه تأثیر کیفیت غذا بر اندام ها؟ بلکه غذا مزاج رو تغییر نمیده، میاد جزء عضو میشه، یعنی سلول سازی میکنه، عین همون سلول گوشت و گوشت، پوست و پوست، استخون و استخون. فقط دارو هست که میاد مزاج اندام ها رو تغییر میده. مثلا یه مزاجی رو گرمتر میکنه، یا گرم سردتر میکنه، یا خشک ترتر میکنه، یا خشک خشکتر میکنه، یا سرد سردتر میکنه، یا سرد گرمتر میکنه. یعنی دارو کارش روی مزاجه، ولی غذا کارش روی اندام ها و سلول هاست. یا سلول نونوار میکنه، یا افزایش میده، یا اینکه بدل ما یتحلل میکنه. مواد را دست دادیم، سوخت و ساز کردیم، ذخایرمون کم شده، میاد جایگزین ذخایر میشه. پس فرق بین غذا و دارو اینه که چیز رو بهش میگیم دارو که بر روی مزاج اثر کنه، چیز رو بهش میگیم غذا که بر بدن ما یه چیزی بیافزاید، یا ذخایرمونو یا سلول سازیمونو. خب در اسلاید بعدی این صحبت داریم که میگیم میزان تأثیر کیفیت دارو بر مزاج اندام ها یعنی چه؟ یعنی چه؟ که میگیم آقا تعریف کردیم درجات دارو، میزان تأثیر کیفیت داروست دیگه بر مزاج اندام ها. حالا این چه مفهومی داره؟ این چه معنایی داره؟ حکما فرمودن که تمام چیزهایی که ما میتونیم ببینیم، بشنویم، ببوییم، لمس کنیم، بجویم، مزه کنیم، همه این اجسام مرکبه هستن. یعنی از مجموعه از مواد به وجود آمدن. این اجسام مرکبه از اجسام مفرده تشکیل شدن. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. حالا بریم به ادامه. حالا اجسام مفرده رو حکما بهش چی میگن؟ اجسام مفرده‌ای که وقتی اونو بخوایم تجزیه کنیم قابل تجزیه نیست. ببین قابل تجزیه نیست، قابل تقسیمه ها. چون شما هر چیز رو تو ذهنتون میتونید الی قول معروف غیر النهایه همینطوری هی تقسیم کنید. آقا 1 گرم چقدر میشه؟ 1000 میلی گرمه. میتونیم 1 میلیون تقسیمش کنیم؟ بله. میتونیم 10 میلیونش کنیم؟ بله. میتونیم 100 میلیون تقسیم کنیم؟ بله. ببین والا ابزار بیرون نداشته باشیم نتونیم بکنیم ما، ولی تو ذهنمون میتونیم بکنیم. پس تقسیم کردن یه چیز دیگه است، تجزیه کردن یه چیز دیگه است. آقا کوچکترین ماده‌ای که الان شناخته شده چیه؟ یه اتم. اتم از نظر حکما جسم مرکبه، مفرد نیست. چرا؟ چون قابل تجزیه است. الکترون داره، نوترون داره، پروتون داره، کوارک داره، همینا. تازه هر یه دونه‌شون هم باز مرکبن. مثلا الکترون باز یه جسم مرکبه،
اجزا داره. نوترون یه جسم مرکب اجزا داره. کوارک یه جسم مرکب اجزا داره. پس اینا جسم مفرد نیستن. جسم مفرد چیه؟ جسمی است که قابل تجزیه به غیر خودش نباشه. قابل تقسیم است اما قابل تجزیه به غیر خودش نیست. پس اجسام مرکبه که اطرافمون میبینیم، در جهان خلقت میبینیم، اینها مجموعاً همشون از اجسام مفرده‌ای تولید شدن که به اونها میگن عنصر به زبان حکما. خب حالا این عنصر رو اگر جمع کنیم چی میشه؟ چه عناصر. به غلط دیدید توی اخبار تو این ور اون ور معروف میگن عناصر، نه عناصر درسته، یادتون باشه جمع عنصر چه عناصر. چون عنصر بوده اون او باقی مونده تو ذهن طرف، بعد وقتی جمع میکنه میگه عناصر، نه عناصر. خب این عناصر در واقع به دو گروه کلی تقسیم میشن. تقسیم بندیشون بر چه اساسی بوده؟ بر اساس کیفیات فاعله بوده. خب کیفیات فاعله ما یا حرارتن یا برودت دیگه. پس جسمی عنصری که دارای کیفیت گرمی هست بهش میگن عنصر حار یا عنصر گرم. حالا عنصری که کیفیت سردی یا بارده رو داره بهش میگن عنصر بارد یا عنصر سرد. دیگه ما شق سومی از عنصر رو نداریم. چرا؟ چون شق سومی از کیفیات فاعله نداریم. یا جسم دارای حرارت هست، حرارت ذاتی، یا دارای حرارت ذاتی نیست. در شما میتونید آهن رو گرم کنید به واسطه آتش، بعد بذارید تو یخ سرد کنید. این گرمی سردی که رو آهن انجام دادید در واقع گرمی سردی که چیه؟ عارضی است، ذاتیش نیست. اگر مثلا از عنصر آتش شما گرما رو بگیرید دیگه عنصر آتش نیست. اگر از خاک عنصری سردی رو بگیرید دیگه خاک عنصری نیست. به میگن ذاتی بودن کیفیات یا صفات. پس وقتی یک عنصر گرم است که دارای کیفیت ذاتی باشه و تنها عناصر یعنی اجسام مفرده، اجسام بسیطه هستند که دارای کیفیت ذاتی هستند و الا باقی اجسام مرکبه قبول میکنن حرارت خارجی یا برودت خارجی رو. یعنی شما تمام اجسام رو که میبینید مرکبن میتونید گرم کنید، میتونید سرد کنید. حتی اتم رو شما گرم کنید سرعت الکترون‌ها بیشتر میشه، سرد کنید سرعت الکترون‌ها کمتر میشه. دقت میکنید چقدر تفاوت بین جسم مرکب و جسم مفرد یا بسیط؟ پس عنصرها دارای کیفیات ذاتی هستند، یعنی حرارت از جای کسب نکردن، ولی اجسام مرکب میتونن از به اصطلاح بیرون خارج از وجود خودشون حرارت جذب کنن یا برودت جذب کنن. شما فلفل رو بذار توی یخچال یخ میکنه، ولی وقتی خوردی چی؟ بدن رو گرم میکنه. چرا؟ چون اون حرارت ذاتی داره. حرارت ذاتیش مال چیه؟ مال عنصرهای گرمی که او رو تشکیل دادن، او رو به وجود آوردن. دقت میکنی؟